یک گروه اقلیت افراطی در خارج از کشور داریم که اینا همین الان آرزو میکنن که این مذاکرات ایران و آمریکا با شکست مواجه بشه و دوست دارن بدترین سناریو اتفاق بیفته. آمریکا و اسرائیل با تمام قوا به ایران حمله کنن، زیرساخت‌ها رو بزنن، شرایط انقدر اسفناک بشه، مردم انقدر به فلاکت بیفتن که بریزن تو خیابونا، شاید پروژه مثلا رژیم چنج اتفاق بیفته. یه گروه افراطی هم داخل کشور داریم که معروفن به تندروها، نمیدونم بخشیشون موسومن به ارزشی ها. اینا هم میبینن اصلا همین الان ناراحتن که چرا ما اصلا داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، ما الان باید وعده صادق 3 رو انجام بدیم، باید مثلا پایگاه آمریکایی رو بزنیم، اسرائیل رو بزنیم. از اینا یه سوال دارم، همین الان اوضاع مردم مملکتتون رو نمیبینید چقدر بحران داریم، بحران آب و برق و گاز و غیره، مردم گوشت و مرغ و میوه ندارن برای بچه‌شون بخرن، بچه سرطانی داروهاشون چندین برابر شده و شما نمیفهمید که اگر این مذاکرات به شکست بیانجامه و حتی اگر جنگی نشه که به نظرم به شکل کلاسیکش نمیشه، 4 تا موشک به سمت هم بزنن، حتی اگه اونم نشه، ترامپ بره فقط مکانیزم ماشه رو فعال کنه و شرایط اقتصادی این مملکت بدتر بشه، چه فشار مضاعفی به مردمی میاد که همین الانش هم کمرشون زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده. واقعا این مردم برای شما مهم نیستن؟